به بچه گل کنم خوش نبید ویدیو جدید. بچه من امروز که احتمال کامنتای سوم شاتمو گذاشتم از نوشت من دید گذاشتید که من رو سریع تونستم تموم کنم. رفته بودم چیز گذاشتم حالا اسمشو یادم رفته. بعد اومده بود اینو گذاشته بود. بچه امروز قراره به استفاده شما یه چالش بذارم. قراره که امروز بتونیم بریم و داخل آلکاتراز نمیریم، یعنی این که حتی یه بار هم نباید بمیریم. اگه یه بار ببریم شما داخل ویدیو اسمتون بشید من براتون 50 10 رو سیپ میزنم اگه شانس داشته باشید. بچه یه مرتبه میکنم خیلی شد بچه الان که خودتون که شنیدید قراره که بدون مردن داخل آلکاتراز که همین نبیه که دارید میبینید بدون مردن بتونین مچ رو تموم کنین. اگه بتونین این کار رو بکنین من 100 کو به بچه ها میدم، ولی اگه باختن حالا بچه ها بذار عوضش کنیم. اگه من باختم 100 کو میدم به هر کی که آیدی پیشه بذاره. اگه نتونستم مچ رو وین کنم 100 مچ رو که وین کردم 50 یا 10 بهتون میدم. بعدش اگه باختم 100 کاسی بوده کسی که کامنت بذارم میدم. حالا شانس رو شاید به یکی نرسه یک دیگه برسه. خب بچه ها بریم که بازی که بچه ها بریم آینده بذاره خود من مچ رو وین میکنم. خود این اگه من وین کردم دیگه توی کامنت ها ویدیو کوتاه بنویسید. آره اصلا میدونم غلط کردم، یعنی غلط کردم. یا سید رضا یا امام هفتم یا امام هزارم. چه غلطی کنم من الان؟ وای نت وای چه غلطی کنم؟ وای نمیدونم چه غلطی کنم. وای چه گانی داشت؟ بابا یک گان بذارید برا من. وای دیدم به این شانس ایگان نیست. وای گوه خوردم به جان حضرت موسی گوه خوردم. وای اینو بردارم. چیزی بخوری من برم اوشیش بمیر بچه اوشیش بمیر دیگه چی هم وای گنده بچه ها باختیم تموم شد. گندش بزنن یعنی به این شانس عادی بیانو بکش. بیا نو نگاه کن. من رفتم میشه یارو بکشی آبی من خودم میکشم. نمیشه بکشی بچه ها گند زدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه. عالی پیش رفتیم. خداحافظ به هم بچه ها. یادتون نره سابسکرایب هم بکنید. خداحافظ.